بعضی از روزداران در ماه رمضان بی صبری و بی حوصلگی می نمایند و با هر کس تندخویی و زشتگویی و رفتار بد می نمایند، در حالی که خاص رمضان و انگیزه روزه گرفتن صبر و متانت، رفتار نیک و گفتار خوب می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. روزه سپری هست در مقابل آتش جهنم، پس سخنان زشت و جاهلانه را در این ماه ترک کنید و اگر کسی همراه شما جنگ و جدال می کند، ناسزا سخنان زشت می گوید، پس در جوابش بگویید: برادر، من روزدار هستم. و اگر باز هم دوباره ناسزا می گوید، جنگ و جدال می نماید، در جوابش بگویید: برادر، متوجه نیستی ماه رمضان است، من روزدار هستم. عزیزانم، اگر می خواهیم روزه ما همان روزه باشد که خاص الله جل جلاله است، پس تمامی اعضای ما روزه باشد و مرتکب گناه و نافرمانی فرمان روای حقیقی نشویم.